جلسه چهارم از آموزش غذاهای نیمه آماده فریزری، کباب، لقمه بازاری خوشمزه و لذیذ که توی دهن آب میشه و نه پیاز داره و نه تخم مرغ. 3 ماه میتونید داخل فریزر نگهداریش کنی و این که میتونید در کنار برنج و ساندویچی میل کنی. مقداری آب رو بذارید جوش بیاد، بهش زردچوبه اضافه کنید. وقتی که جوش اومد سویای خوش رو بهش اضافه کنید، 10 دقیقه زمان بدید. بعدش آب سویا رو خوب بگیرید، از صافی رد کنید. ادویه‌ای که داخل کپشن نوشتم رو اضافه کنید. گوشت چرخ کرده و کاملا وزن بدید. حالا مواد رو داخل خرد کن بریز، بهش پودر سوخاری و روغن اضافه کن و کاملا با هم یک دستش کن. خمیرتون که آماده شد به 3 قسمت تقسیم کنید. هر قسمت رو داخل کیسه فریزر بریزید و به 8 قسمت مساوی تقسیمش کنید. بعدش 1 ساعت داخل فریزر بهش استراحت بدید. بعد از 1 ساعت بیرون بیارید و دونه دونه داخل ظرف‌های دربسته به مدت 3 ماه داخل فریزر نگهداریش کنید. یا اینکه همون لحظه داخل روغن داغ با حرارت متوسط سرخش کنید. کاملا منسجم و از هم جدا نمیشه. من آرزو هستم، خوشحال میشم پیجم فالو داشته باشید و از آموزش‌های رایگان استفاده کنید.